سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به سری آموزش‌های قانون امور گمرکی با کنجو. در این بخش می‌خوایم درباره ماده 5 که مربوط میشه به حقوق ورودی و هزینه خدمات صحبت کنیم. اول بریم سراغ حقوق ورودی. حقوق ورودی یک کالا چه نوع باشه و چه مستعمل، طبق مأخذ مشخص شده در کتاب مقررات صادرات و واردات محاسبه میشه. یعنی گمرک بر اساس این مأخذ مبلغ حقوق ورودی رو وصول میکنه. بنابراین صاحب کالا موظفه که 1. حقوق ورودی تعیین شده رو بپردازه، 2. جریمه احتمالی مربوط به ترخیص رو پرداخت کنه و 3. اینکه هزینه‌های خدمات مربوط به ترخیص رو تقبل کنه. حالا بریم سراغ هزینه‌های خدمات. این هزینه‌ها بدون توجه به نوع یا مستعمل بودن کالا و توسط ارائه دهنده خدمات به وصول میرسن. اما نکته مهم اینجاست که نرخ خدمات بسته به نوع ارائه دهنده اونها متفاوته. اگر ارائه دهنده خدمات خود گمرک باشه، نرخ خدمات با پیشنهاد گمرک ایران و تایید وزیر اقتصاد و دارایی تعیین میشه. و اگر ارائه دهنده خدمات دستگاه دیگه دولتی باشه، نرخ و هزینه خدمات با پیشنهاد اون دستگاه و وزیر مربوطه مشخص میشه و در نهایت وزیر اقتصاد و دارایی باید تایید کنه تا قابل اجرا بشه. و اگر ارائه دهنده خدمات یک بخش غیر دولتی باشه، در این حالت مبلغ خدمات با پیشنهاد اون شرکت یا نهاد و تایید هیئت عالی نظارت کشور تعیین میشه و قابل وصوله. پس در جمع‌بندی باید بدونیم که چه حقوق ورودی و چه هزینه خدمات همگی طبق قوانین از طرف صاحب کالا باید پرداخت بشن و نرخ اونها بر اساس نوع ارائه دهنده و تایید مرجع ذیل مشخص میشه. برای افزایش آگاهی تجاری و بازرگانی خود کنجو رو دنبال کنید و همراه ما باشید.